اورشلیم یا بیت المقدس چقدر برای هر سه دین ابراهیمی میتونه مقدس باشه. توی یه گل جا این همه مکان مقدس وجود داره. شاید اگه خداوند متعال مثلا برای قبله مسلمون‌ها یا عروج پیامبر مکان دیگه‌ای رو در نظر می‌گرفت، یا اگه بنا به اعتقادات یهودی‌ها خداوند متعال سرزمین دیگه‌ای رو بجز اورشلیم به اونا وعده میداد، یا اینکه خداوند متعال حضرت مسیح رو در مکان دیگه‌ای به عروج میرسوند، این همه پیچیدگی و مشکلات پیش نمی اومد. دنیا به این بزرگی چرا باید قبله اول مسلمین و سومین مسجد مقدس مسلمون ها به علاوه مقدس ترین مکان برای یهودی ها، به علاوه مقدس ترین مکان برای مسیحی ها، همش تو اورشلیم و چسبیده به هم باشه؟ چرا؟